با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. سلام، من مومین احمدی هستم. امروز 19 نوامبر است و خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان دوام 15 دقیقه در این برنامه نشر خواهد شد. سرخط خبرها: در تاجیکستان امسال مردم زیادی را جریمه بستند و بودجه دولت هم از آن پولی بیشتر به دست آورده است. شکایت از جریمه ها کلان هم کم نیست. بعضی شهروندان در مثال جریمه پرداخت نمودن در مشکلی پیدا میشه. وابسته به آدمون حالت مالیوی اگر جریمه پیشنهاد شود بنقص‌تر میشه. در حمله های پیاپی روسیه به شهر و ولایت های اوکراین نه کمتر از 10 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. در دوشنبه مقامات راه‌های نوی بهتر کردن حرکت نقلیات عمومی و کم کردن سرگردانی مسافران را می‌جویند. نتیجه می‌دهد باید маршрутку را زیاد کنند که تلاطم نشود. همه ایستادگی راست 12 کس نه 20 کس است. با این маршруткои مرسیدس کلان من برای آدم قبلا راست استفاده می‌کنم. مقامات تاجیکستان تعریف کردند که هنوز سال به پایان نرسیده به حد مبلغ جریمه جمع کردند که نظر به پیشبینی‌هایشان بسیار زیاد است. جریمه برای حرکت نادرست در راه، جریمه برای برگزار کردن ضیافت پردبدبه و یا جریمه برای بی‌نظارت ماندن فرزند. سبب افزایش درآمد به بودجه دولت از حساب قانونشکنی‌ها زیاد بوده است یا چیز دیگر؟ گزارش علیشیر ظریفی و برای دوسفی در همین باره است. مقامات تاجیکستان در 9 ماه امسال به حد جریمه ستانیدند که پول جمع آورده آنها از نقشه 50% زیادتر بوده است. وزارت مالیه گفت در این مدت از حساب جریمه و قانونشکنی‌های دیگر باید 281 میلیون سومانی می‌گرفتند، اما برعکس انتظاری‌ها 415 میلیون سومانی به بودجه وارد شد. معلوم نیست این مقدار پول از کدام بخش یا کدام قانونشکنی‌ها ستانیده شده است. وزارت مالیه شرح نداده است که این نقشه بر پایه چی پیش بینی شده است و کدام عامل را در نظر دارد. این نهاد تا لحظه تهیه گزارش به نامه رسمی ما پاسخ نداد. به اندیشه کارشناس مستقل اکتم جمعه، پول جریمه و مجازات ساکنان نباید در نقشه‌گیری بودجه همچون سرچشمه اساسی نشان داده شود. در عین زمان به قول او بر زیاد اجرا شدن درآمد از حساب جریمه و مجازات دیگر دلیل آن است که نظام نظارت از قانونشکنی‌ها در تاجیکستان تقویت یافته است. وقتی که مثلا قرار شد اویدا پرزور نمودن نظارت از بالای ثمرانک یا که سرفکنانه استفاده بردن قوای برق، البته در نتیجه آن ما باید که بینیم که آیا این دستور سپارش سری وقت اجرا میشه یا که نه و مثلا افزایش جریمه ها این معنی دارد که به واسطه تطبیق نمودن جزاهای ماموری زیاد شده ایستادند. این کارشناس افزود وزارت مالیه باید سرچشمه‌های همه درآمد بودجه را شفاف و جامعه بگوید تا ساکنان آگاهی پیدا کنند که درآمد بودجه از کدام منبع‌ها بر زیاد اجرا شده است. سالهای آخر مقامات تاجیکستان حجم جریمه را بالا بردند که گاهی باعث به نگرانی ساکنان هم می شود. بعضی وقت حالت مالیوی وای نمیکند. بعضی شهروندان در مثال جریمه پرداخت نمودن در مشکلی پیدا میشه. وابسته به آدمون حالت مالیوی اگر جریمه پیشنهاد شود بنقص‌تر میشه. حالت مالیوی هر یک شهروند به خاطر که سطح جنایتی پس میشه، جنایت بسیار نمیکنه آدم، قاعده ویران کنی نمیکنن بسیار آدمو. همه از روی قانون قاعده جریمه که زیاد چه شرایط پرداخت ندارن نمیکنن، جنایت نمیکنن، جریمه قانون شکنی نمیکنن. استاد تلفن بودم راستگه پاتن من سپاریدم برای ما کجا راستگه سپاریدم پاتن زیادی سپاریدم. چند سال جریمه‌اش کنید؟ خیلی گدتی یا 4000 سومون ده. افزایش درآمد تاجیکستان از حساب جریمه ها در حالی است که شکایت ها از بی اساس جریمه شدن هم بارها صدا داده است. در چند سال اخیر نگرانی ها از جریمه های وابسته به قانون تنظیم و راه و نقلیات بیشتر رسانه‌ای می شود. دادگاه های تاجیکستان در 9 ماه سال گذشته برای رعایت نکردن قانون تنظیم جشن و مراسم ساکنان کشور را قریب 8 میلیون سومانی جریمه بستند. قرارهایی که نه همه به آن راضی هستند. مقامات رسمی در شهر دوشنبه برای بهتر کردن کار نقلیات عمومی و پرداخت سریوقتی مالیات نوآوری جاری کردند. هدف این است که مردم پول راهگیرا را آنلاینی پرداخت کنند و وقت خود و راننده را صرف بقیه پولی نکنند. اما این نوآوری به مشکلات پیچیده است. گزارش زرانگیز نوروزشاه و امیر ایسایف در همین باره است. 3 آدم زده. یعنی چند ساعت ده؟ این ساعت 7 بود. بیرون کدگیم. این چند شده؟ تا 8 ساعت شده.
این راننده میگوید مسافران از والیداتر یا دستگاه پرداخت راهگیرا خیلی کم استفاده میبرند. دستگاه را وی چند پیش خریده و وظیفه‌دار شده است که راهگیرا با آن پرداخت شود. اما از ده ها مسافر تنها چند نفر با کارت پرداخت کرده، دیگران همانا پول نقد میدهند. ما نمیشه. ما چند تاشا گفتیم چی دا بزن والیداتر خطی بزنیم ما اینه اقلا کانتر چکنیم نمیزنن. حسابی که کارتا ندارن بسیارش بعد بسیار دوشنبه سیتی ده نه قواعد کارت گیرون میکنه میگم قواعد کارت خطی بگذارون تلفناشون کامرا نداره خیلی چی بهانه میکنن نمیگذارن. میکرواتوبوس های دوشنبه حالا قریب همه مثل اتوبوس و ترالیبوس ها چنین دستگاه دارند. مقامات میگویند حق راهگیرا را باید تنها توسط والیداتر پرداخت کرد و هدف اساسی گذاشتن به نظام غیر نقدی است که به باور آنها هم برای راننده و هم مسافر قلای و راحت است. اما اکثر راننده ها که با ماشین اجاره یا با قرض بانک خریدهشان کار میکنند میگویند خرجشون به این هم زیاد است و این اقدام آن را باز بیشتر میکند. دستگاه بر عوض 2800 سومونی خریده می شود و راننده هر روز باید 30 سومونی پیش پرداخت کند. نه که در یک روز پشتی حساب بگیریم یا 15 سوم یا 20 سوم پس کار میکنیم و ما آسان‌تر می شود. کارتا تو چند بسیار باشه ما آسان‌تر می شود. برخی از راننده ها امید دارند که آینده پرداخت غیر نقدی کاری آنها را آسان خواهد کرد. 7 سال در روسیه کار کردم خیلی مارشرود همین والیداتر هم کارتا خطی خیلی خوبه اوخی نه کاندوکتور در کاره نه گپی زیادی نه راز بود ایجاد خیلی کوزی مقصد یا خیلیش دوره کارتا یا خیلیش نداره یا خیلیش سون نداره کارتا ما همین روسیه 4 ماه شده اومدم شکرانه میکنم که همین 200 من بیام دام پیش زن بوده. پرداخت غیر نقدی در نقلیات مسافربری شهر در دایره لایحه سیتی کارت راه اندازی می شود. کارشناسان میگویند گذاشتن به نظام الکترونی طلب زمان است ولی اگر شیوه راه اندازی آن درست باشد و بر راننده مشکل نآورد. وقتی راننده رو به پرداخت‌های زیاد بی اساس مجبور می‌سازند عاقبت خوب ندارد. آنها برای درآمد معینی کار میکنند و چون فعالیتشون فایده نآورد البته از اون دست میکشند یا که راه‌های قاعده ویران کنی یعنی راه‌های کناره‌گیری کردن از پرداخت‌های الکترونیک افته می‌یابند و همه این میتواند نتیجه‌های ناخوب دهد. مسافران که عادتاً از کمبود نقلیات در پایتخت زیاد شکوه میکنند میگویند بهتر بود مقامات در نوبت اول این مشکل را حل میکردند. اول باید маршрутка را زیاد کنند که تلاطم نشود همه ایستادگی راست همین قدری که میکنه یگان اهمیت نمیتونن. حالا اگر маршрутка دارید 12 کس نه 20 کس است با این маршруткаи مرسیدس کلون من برای آدم قد بلند راست استفاده میکنند مایداچه بود. با گفته مصاحب ما اگر این مشکل حل و کار نقلیات مسافر بر درست تنظیم نشود در پرداخت الکترونی هم نباید پیشرفته را چشمدار شد. صبح 19 نوامبر حمله‌های موشکی و پهپادی روسیه چندی از منطقه‌های اوکراین را تکان داد و سبب تلفات در بین غیر نظامیان شد. با گفته مقامات اوکراینی ترکش‌های زیاد در گوشه‌های گوناگون کشور بر علاوه ویرانی و مرگ آدمان سبب قطع نیروی برق در چند ولایت اوکراین شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم کیومرثی عطا. در حمله نیروهای روسیه به شهر ترنوپیل اوکراین 10 نفر کشته و تقریباً 40 کسی دیگر زخمی شدند. حمله روز 19 نوامبر صورت گرفته به قول مقامات ممکن است که زیر خرابه های خانه استقامتی که نیمه ویرانه شد هنوز آدمان دیگر مانده باشند. به گفته وزیر کارهای داخلی اوکراین در بین زخمیان 12 کودک نیز هست. حمله ها با موشک و درون ها صبح 19 نوامبر در منطقه های دیگر اوکراین هم صورت گرفته صدای ترکش های زیاد به گوش رسیدند. مقامات اوکراین گفتند که شبکه های برقی آسیب دیدند. از جمله از ولایت های خمیلنیتسکی، ایوانو فرانکوفسک، لووف و دنیپروپتروفسک و دیگر ولایت های شرقی و غربی اوکراین درباره حمله ها گزارش رسید.
در ولایت خارکوف در حمله های شب 19 نوامبر 10 بینای استقامتی آسیب دیده، کمش 36 نفر مجروح شدند. به گفته مقامات اوکراین در این شهر از جمله انشاءات غیر نظامی به مثل یک مکتب و فروشگاه و بنگاه طبی آسیب دیدند. با حمله روسیه به ولایت‌های غربی اوکراین، همسایه آن لهستان یا پولش سیستم دفاع هوایی خود را به کار انداخت و هواپیماهای جنگی آن نیز به پرواز درآمدند. به قول مقامات لهستان، فرودگاه شهرهای رساف و لوبین را برای مدت بستند تا هواپیماهای جنگی آزادانه پرواز کرده توانند. در رومینیا هم سیستم دفاع هوایی این کشور را برای مدت کوتاه به کار انداختند، زیرا به قول مقامات یک پهپاد یا درون تا 8 کیلومتر به قلمرو این کشور وارد شده است. در این بخش برنامه رو می‌آوریم به یک موضوع فرهنگی. قرار است به زودی رمان دیگری نویسنده تاجیکی مقیم هلند شاهزاده سمرقندی وارد بازار شود. زنی که با مجسمه ها راه می رفت درباره یک نویسنده زن جوان است که با عنوان تاجیک را به نوشتن ترغیب می کند. شاهزاده سالهاست که در هلند زندگی می کند و همکارم خرامان بقازاده چند پیش با او صحبت داشت و از او از جمله درباره حضور کمی زنان در عرصه نویسندگی پرسید. چون وارد شدن زنان به عرصه ادبیات با اینکه تاریخ بسیار قدیمی دارند، اما در تجربه بسیار بسیار کمرنگ هست. یعنی ما قدم های اول رو میگذاریم در ادبیات معاصر تاجیک که زنان هم فعالانه رمان بنویسند، کاری که بسیار سنگین است و بسیار زمان و وقت همگفتی را میطلبد. چون زمانی را که زنان تاجیک در جامعه امروزی ما کمتر دارند. حل و فصل شدن این موضوع به آن معناست که ما به حق و حقوق برابری زن و مرد رسیده باشیم و برای شرایط مناسب برای زنان رسیده باشیم و این موضوع های بسیار بسیار عمیق و بزرگی هست که سالها ما باید برای آن مبارزه بریم. توجه به کتابخری و کتابخوانی در جهان اروپا و غرب که شما با آن آشنایی خیلی خوبه دارید، امروز تا چه اندازه زیاد است و در کشورهای مثل تاجیکستان و ازبکستان وضعیت چگونه است؟ چرا ما نویسندگانمان انگیزه کمتری دارند؟ این به آن دلیل است که بازار کتاب، ساختارهایی که انتشارات مستقل و یا بزرگی داشته باشیم به ندرت به چشم میرسد. از دید انتقادی این کتاب بسیار مسائلی را مطرح می کند که مسائل امروز و داغ جامعه ما هست. ما تا زمانی که انتشارات مستقل نداشته باشیم، تا زمانی که هزاران کتاب منتشر نشود و تا زمانی که ما کتاب‌های سال که انتخاب می‌کنیم مثلا حداقل نیمی از ملت خوانده باشد نداریم. چیزهایی است که در اروپا تجربه می‌کنیم و می‌بینیم. ما کتاب‌هایی نداریم که پرخواننده باشند. من از وضعیتی که نویسندگان تاجیک در داخل کشور دارند بسیار دلگیر می‌شوم، بسیار ناراحت می‌شوم که هیچ راه‌های تشویق کردن این نویسندگان امروز به چشم نمی‌رسد. چرا ما رونمایی های کتاب نداریم؟ بیننده گرامی، گفتگوی کامل با شاهزاده سمرقندی را می توانید در وبسایت رادیو آزادی و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب به زودی تماشا کنید. و سپاس که تا پایان برنامه ما را تماشا کردید. در همین جا اخبار آزادی به پایان رسید، ولی تفصیلات و خبرهای نوی دیگر را شما هر وقت فرصت داشتید در سامانه آزادی آر و صفحه های رادیو آزادی در یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام و تیک تاک و ایکس پیدا خواهید کرد. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار و خبرهای ما را از رادیو آزادی پیگیری کنید.